تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حاجت خدا، داشتم می آمدم امروز صبح یکی از بچه های ده به ما رسید آقا جان. اتفاقا یک کیسه گندم رو دوشش بود، داشت می برد آسیاب ملا احمد که بدم ملا احمد براش آرد بکنم و نون بپزم. به فکرم رسید که بیام خدمت شما. شما اون دفعه پشت پنجره که من وایساده بودم آقا جان، به اکبر آقا میگفتی، شما به اکبر آقا میگفتی که آب چیه، آب چه خاصیتی داره، آب اگر نباشد زندگی ما نیستش. حالا اگر ممکن است شما بفرمایید. بابا که آب داد تمام شد. حالا بابا نارم بدد آقا جان به ماها. عجب رجب جان، بابا هم یعنی بابا نانآور زندگی ماست. بابا اگر نباشه خدا انشالله هیچ زندگی رو بدون بابا نکنه و سایه هیچ پدر و مادری رو از سر اولاداش کم نکنه. بابا اصلا باید باش. حالا یک زندگی هم ممکن بود یه وقت بابا رفت مثلا در جبهه وش از بین رفت، شهید شد، اون مقامش دیگه خیلی بالا میره. حالا بعدا یه روز صحبت میکنیم که شهید و شهادت و اینها چی هستن بمارن. یه بابایی هم میبینی بفرمایید مریض میشه و در بستر بیماری میمیره. یک بابایی هم میبینی نه خیر میرود و سردنیس میشه به شهرهای